آیا این حریت و آزادی برای ملت چی نتیجه آورده است؟ چی نتیجه آورده است؟ فساد بالای فساد، علاوه فساد در لب دریاها، در میان باغها، در کوچه ها و در رستوران ها، زنا و فاحشگی ها، بی‌ادب و بد اخلاقی ها، شرمندگی ها و خودکشی ها و خودسوزی ها. در ببین نتیجهش همیتری است. بس همیتر نیست مسلمان ها؟ نمیفهمی شما؟ آیا چنین نیست در عالم امروز؟ گمان دارم که ما مدنیت یافتیم، ما آزادیم. شکل آزادی در دین اسلام است، در دین اسلام است.